السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز و گرامی، انشاءالله که امروز به یاری پروردگار میخواهم برای شما بینندگان خمیر پیتزا را آماده بکنم. شما بیننده برنامه ما باشید، نوارهای ما را به یار و دوستاتان روان کنین. حال انشاءالله که شروع میکنیم خمیر پیتزا را آماده کردن شه. اول ما در اینجا 340 میلی لیتر شیر داریم. شیر شیرگرم باشد. اینا بسم الله ریختیم شیر را. بعد از شیر را در ظرف ریختن باز 3 قاشقچه دراج داریم، دراج خشک. اگر شما دراجی مثلا تر است از اونو که میگرفتین 30 گرم بگیرین. دراج قاق کی باشد از خشکا کی باشد 3 قاشقچهش تقریبا 17 گرم می شود. 17 گرم دراج. بعد از دراج در ظرف گرفتن 15 گرم نمک داریم، 2 قاشقچه نمک می شود. اینا باز 15 گرم شکر است، 2 قاشقچه شکر ایرم همراه میکنیم. حال یک ذره آمیخته میکنیم ایرا که محصولاتی که در داخل انداختیم اینا با هم آمیخته شوند. اینا حالی 90 میلی لیتر روغن است. این روغن زیتون است. کسانی که روغن زیتون در خانه نباشد از روغن عادی هم استفاده کنین می شود. این روغنش هم 90 میلی لیتر است. باز یک آمیخته میکنیم. حال بینندگان گرامی 600 گرم آرد داریم. آردا کوشش کنین که همیشه ببیزین، ایله کنین. این آردمونه کم کم ایله کرده در داخل ظرف میگیریم. این به همین ترتیب 600 گرم آرد است. این 600 گرم آرد در ظرف گرفتیم. حال بسم الله گفته همین خمیرمونه آهسته آهسته میخیلیم تا که خمیر ما آماده شدن شد. این بینندگان گرامی ببینین. حال 5 دقیقه فقط خمیرمونه میخیل سم میکنیم، میخیلیم خمیره. این به این ترتیب 5 دقیقه که تو خمیرمون یک کمتر برسه. بعد از او خمیره چکار میکنیم؟ دم میتیم. فقط 5 دقیقه بخیلین خمیره. اینا دوستان ما 5 دقیقه خمیرمونه بگیم که خیلیدیم آماده شده است. ولی چیکار میکنیم؟ میمونیم خمیره تا که نیم ساعت دم میخوره. تا نیم ساعت دم خوردن خمیرمونه ما بگیم که زیربخش تیار میکنیم. زیربایش برای خاطر بالاش زیربای آماده میکنیم. نیم ساعت بعد باز خمیره باز میکنیم. بینندگان گرامی، ولی من زیربای آماده میکنم برای خمیر پیتزای آماده کردگیمان. یک 3 دانه پمیدور داریم. 3 دانه پمیدور رو در آب جوش میگیریم، جوش آمدگی. فقط یک کم بالای میره. اینا میخیل زیاد چقر نباشد. اینا به این ترتیب قطعی بخاطر آسان شود پمیدورمون پوستش از بدن جدا کردن. اینا 3 دانه مدت 1 دقیقه میباشن. بعد اینا رو میگیریم زیربای شروع میکنیم آماده کردن شه. اینا بینندگان گرامی 1 دقیقه گذشت. اول چیکار میکنیم؟ پمیدورایی که در داخل آب داشتیم میگیریم اینا رو. بعد پوستشون جدا میکنیم. این حال ما پمیدوری که در آب گذاشته بودیم ببینید چقدر راحت پوستی بالاش بیرون میشود. اینا به همین ترتیب پوست کردیم. حالا چیکار میکنیم؟ آتش زیر ظرف ما روشن میکنیم. 30 میلی لیتر روغن است، یعنی 3 قاشق کلان روغن در ظرف میریزیم. بعد از روغن که انداختن پمیدورایی که داریم اینا را خرد میکنیم. حالا بینندگان گرامی، بعد از روغن که در ظرف گرفتیم پمیدورا را خرد کردیم، اینا را هم همراه میکنیم.
حال ببینیم بینندگان گرامی که من در این زیرابایی که اومده میکنم یک دانه پیاز داریم، 4 دانه از این خوردک‌ها چسناک داریم، نصف برگل داریم، یک 5 گرم یک قاشق چای خورد بگیم گشنیج قاق داریم، 5 گرم نمک داریم یک قاشق چای خورد، 3 گرم قرفتی تیز داریم، 2 دانه از این برگای لولای ریز که اینها را همشان آمیخته میکنیم در بالای همین زیربگمان. حال چسناک این پیاز هم انداختیم، این نصف برگل، نمک، گشنیج، لولای ریز و قرفتی تیزک. بینندگان گرامی، خمیر پیتزای ما این دم خورده است. بعد از نیم ساعت حال خمیر میکنیم. خمیر ما را 3 تقسیم میکنیم، 3 تا پیتزا میشه. خمیر پیتزای ما 3 تا خمیر میشود. ما ترازو داریم که ترازوی را گرم میکنیم با گرم. اینا به این ترتیب. اگر شما 4 تا هم میکنین میتونین، فقط کمتر پیتزاتون مایده تر میآید. خمیر ما 350 گرمی گرفتیم، 3 دانه شد. اینا را باز والا میگیریم، میگذاریم که با یک 15 دقیقه دم بخوره. حالا این پیتزا را یک طرف میگذاریم تا که یک 15 دقیقه اینا دم میخورن. تا دم خوردن اینا را ما مثلا محصولات بالایی را آماده میکنیم. بینندگان عزیز ببینن اینجا 300 گرم پنیر داریم. خب کلباسه است، کلباسه را باز خودتون میبینید که چقدری که من در بالای پیتزا میگذارم. شما میبینید این قارچ است. قارچه شما در روغن میتونید کمترک سرخ کنید. باز یک دانه پیاز داریم و یک دانه برگل، اینا را باید میده میکنیم در بالای پیتزامون میگذاریم. بینندگان گرامی این همون زیربک که برای شما آماده کردنش نشون دادیم، این همون زیربک است، فقط ما با بلندر اینا خرد کردیم. مدت 25 دقیقه ما اینا جوشاندیم، آماده شد. حال خمیر ما دم خورده است. خمیر پیتزامون رو میگیریم، در زیرش کمک آرد میپوشیم. اینا به همین ترتیب قطعی ایرا چیکار میکنیم؟ تونک میکنیم. اینا بینندگان گرامی خمیرمون رو تونک کردیم. ولی میگیریم در لیست میگذاریم. لیستی ما 31 سانتی متر است. پیتزایی که ولی میبینین 31 سانتی متر است پیتزای ما. این ترتیب قطعی. این حال زیربک آماده کرده بودیم. از این زیربک میگیریم 2 قاشق بازی را تونک میکنیم. شما میتونید بینندگان گرامی که کیکچوپ هم استفاده کنین هم میشود. کیکچوپ من خواستم که اول زیرابوی نشان دهم، چون که با زیرابوی خوشمزه تر میاد. میبینیم که کمتر است، باز کم میگم اضافه میکنیم. اینا بعد از که زیربک که در بالای شکیدیم چیکار میکنیم؟ پنیر داریم. پنیر 100 گرم وری پنیر است، در بالای همین خیلی میچوشیم. این بعد از پنیر
ما در اینجا پیاز داریم، یک کمتر پیاز ببینیم خیلی چند دانه. بعد از پیاز باز برگل است، برگل هم همچنان. شما میتونید که برگل سرخ و زرد هم که باشد باز خوش رنگ تر میاد، رنگش خوب میاد. من فعلا نداشتم دیگه، با همین رنگ سبز، برگل سبز قطعی شروع کردم. باز قارچ است، قارچ هم شما میتونید که با روغن کمی سرخ کنیم، یک چند دانه در بالاشون بگذاریم. حال نوبت و کلبسه رسید، اینه به همین شکل خطی میمونه. اینه شما دیدین بینندگان گرامی، با همین ترتیب گوشت چیندیم در بالاش. باز از همین پنیرمون باز کم میگم در بالای همین چیکار میکنیم، میچاشیم بگیریم خیر. فقط شما زیربکا تا آخر نبرین، یکان سانتی متر وری از خالی ماند. حال میبریم میره در دخوفکه میگذاریم، حرارتی 250 درجه 10-12 دقیقه پخته میشود. بینندگان گرامی، پیتزای ما هم آماده شده است. ببینین راز از دخوفکه میگیریم، باقی مانده دو خمیرگه که داریم اونها را با همین ترتیب پخته میکنیم. بینندگان گرامی، ببینین که ما 3 تا پیتزا پخته کردیم، اون خمیری که گفته بودیم نه 3 تا شد. از یکیشا میبریم، بسم الله. بینندگان گرامی، پیتزای ما اینمیست، نازم گرم است. بینندگان گرامی، آبونه شدن فراموش نکنین، نمره ما را با یار و دوستاتون روان کنین. انشاءالله که از همه گونه رسیپی هایی که برای شما گفتیم اگر آماده کنین، انشاءالله که بهترین پیتزا نوش جان میکنین. الله یار و مددگاری همه ما و شما باشد. تا نمره های بعدی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.